قسمت دوم منجنیق خوش اومدین. پادکستی که قرار نیست فقط خبرهای هوش مصنوعی رو مرور بکنه، قرار بفهمیم که این خبرها چه تأثیری توی کسب و کار، سازمان و زندگی ما ایجاد میکنه. آینده ناگهان ساخته نمیشه، بلکه در تصمیم هایی هستش که ما امروز میگیریم. من زهره برزگر هستم، امروز در خدمتتون هستم به همراه دوستانم محمد فرجود، مصطفی ثابتی و مجتبی نوید. قراره که خبرهای جدید این هفته هوش مصنوعی رو با هم دیگه مرور بکنیم. مجتبی، خبر جدید چی داریم این هفته؟ خب سلام، خسته نباشید، دست درد نکنه. خبر که زیاد بود، حالا یک دوتاشو من میگم، با هم در موردش صحبت بکنیم ببینیم چطوره. من امروز از بوستون مزاحمتون میشم، خلاصه که مسافرتیم و اومدم و خبرها رو از اونجا در خدمتتون هستم. اولین خبری که میخوام بهش بپردازم اینی که شرکت چینی مونشات مدل کیمیکیتی رو منتشر کرد. این مدل 2.8 تریلیون پارامتر داره و پنجره متنیش 1 میلیون توکنه و به صورت نیتیو تصویر رو هم به عنوان ورودی میپذیره و برای اینکه مقیاسش دستتون بیاد، این مدل هم اندازه حتی یه ذره بزرگتر از اوپوس 4.8 و تقریبا تا پیش از نه تقریبا دقیقا تا پیش از این هیچ آزمایشگاه چینی، هیچ لب چینی مثلا یه همچین مقیاسی از آموزش رو نشون نداده بوده. و توی رنکینگ هایی که الان هستش، توی آزمایش هایی که الان گذاشتن، این مدل توی آرتفیشال آنالیسیس نمره 57 رو گرفته که الان رتبه سوم تو کل بازاره و بهترین مدل متن باز تا امروز هستش. نکته مهمتر شتاب پیشرفتشه، یعنی نسبت به نسخه قبلیش که 2.6 13 نمره جهش داشته، اونم تو کمتر از 3 ماه که از ریلیز قبلیش میگذره. چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که این تکرار داستان دیپ سیک نیست. اون موقع حرف این بود که یه مدل کوچیک و ارزون که روی لپتاپ اجرا میشه مثلا وجود داره یا نداره. اینجا قضیه اون شکلی نیست. برای نگهداری 2.8 تریلیون پارامتر تقریبا 44 تا دستگاه مک استودیو یا یه رک کامل NVL 72 احتیاج هستش که و مثلا هزینه 1 میلیون توکن براش حدود $5.40 در میاد که برای مقایسه اوپوس $9 و جی پی تی $55. این مدل انقدر خوب کار میکرد که تقاضا ظرف 48 ساعت براش پر شد و مونشات که استودیویی هستش که اینو بیرون گذاشته بقیه آدما رو توی ویتینگ لاین گذاشت و گفتش که ما برای اینکه بتونیم برای مشتریای فعلیمون سرویس کامل بدیم، این رو دیگه الان به کسی دیگه جدید نمیدیم. یه کاری که این مدل کرد این بود که نگاهی که به اوپن سورس بود و یه ذره عوض کرد. یعنی اوپن سورس الان اینجوری نیست که شما فکر کنید اوکی من یه مدل مجانی دارم میگیرم، اینو رو لپتاپم میذارم و سازمانم شروع میکنه ازش استفاده کردن بدون اینکه هیچ هزینه دیگه ای بدم. این مدل همچنان کامپیوت لازم داره، حالا کامپیوتش یه ذره کمتره، هزینهش کمتره و سوال اینه که آیا الان از این به بعد توی مدل‌های اوپن سورس مثل اینی که داره میاد، اولا شما به لبای مثلا چینی اعتماد میکنین یا اعتماد نمیکنین؟ حالا اون یه بحث جداست، چون مدل‌های اوپن سورس مثلا آمریکایی هم الان وجود داره، جاهای دیگه هم داره میاد. و دومیش اینه که شما میخوای کامپیوتو بدی یکی دیگه برات انجام بده، یعنی هزینهش رو بدی، مثلا یه مدل کلاس سورس بگیری که داری هزینهش رو میدی، پول توکنا رو میدی که ازش استفاده بکنی، یا اینکه نه حاضری یه بخش مثلا سخت افزار تو سازمانت داشته باشی که ددیکیتد مسئول این باشه که مواظب این مدل باشه، نگهداری بکنه، از سخت افزارش نگهداری بکنه، مدل رو نگهداری بکنه، به روز برسونه، همه این کارا رو بکنه و هزینه این رو بدی. یه موقع هست شما با یه اکوسیستمی طرفی که مثلا به هر دلیلی دسترسی به مدل‌های کروس سورس نداری. خب اون موقع یه مدلی مثل این که شما سر و تهش رو میتونین ببندین و ازش استفاده بکنین تا بهترین مدلی باشه که سازمان شما میتونه استفاده بکنه ازش. از طرف دیگه الان یه بحث جدی تو مارکت مطرحه که شما مدلی که ازش استفاده میکنین، همزمان که داری پول مدل رو میدی داری با پرامپت دادن، با تغییر پرامپت های جدید بهش دادن، با یا مثلا اینستراکشن جدید بهش دادن، ایجنت درست کردن، شما عملا داری مدلم با اینتלקچوال پراپرتی خودت داری ترین میکنی. آیا سازمان ها از این به بعد کامفورتبل هستن که مدل
کلوز سورس داشته باشن ولی همه اینتלקچوال پراپرتی بیزینسشون رو در اختیار اونام بذارن، یا اینکه سازمان ها ترجیحشون اینه که یه مدل اوپن سورس ولی آن پرم روی سخت افزار خودشون بدون اینکه با بقیه دنیا ارتباط داشته باشن و بتونن که خلاصه همه محدودیت‌های این که هر روز آپدیت نمیشه رو بپذیرن ولی اینتלקچوال پراپرتی رو بر خودشون نگه دارن و به جای اینکه همه ترینینگ و بنفیت ترینینگ رو به اون مدل بدن، پست ترینینگ رو تو سازمان خودشون انجام بدن و اینتלקچوال پراپرتی رو بر خودشون نگه دارن. حالا جواب این سوال چیه یواش یواش معلوم میشه، ولی الان این بحث خیلی بالا گرفته که مثلا چینی‌ها چقدر میتونن جلو بیان، در این حد که وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ اومده گفته که اگر که اینا استفاده بکنن از مدل‌های ما برای آموزش مدل خودشون، ما شروع میکنیم تحریم روی این مدل‌ها گذاشتن. و این حرف خیلی شروع کرد توی مثلا رسانه‌های آمریکا و کسایی که توی لبه تکنولوژی دارن در این مورد حرف میزنن شروع کرد دیبیت درست کردن که چطور شد مثلا کسی با وب اسکریپینگ مشکل نداره ولی حالا که بحث این شد که مدل‌های اوپن سورس میان از مدل‌های کلاس سورس استفاده میکنن برای ترینینگ خودشون، حالا صدای ما در اومده ما اینجوریه که میخوایم از رقابت آزاد به اصطلاح استفاده کنیم و توی دنیا اشاعش بدیم و خلاصه این الان بحث روز دنیا شده. ببین مثلا این چیزی که داری میگی دیگه الان توی دنیای امروز AI رو از اون ابزاری که فقط باهاش چت میکردن و جواب یه سری سوالا رو میگرفتن دارن میبرن به این سمت که شاید اصلا یه بخش هایی از کسب و کار رو AI انجام میده. شاید این سرمایه گذاری ها کلا به این سمت باشه که انسان های آینده کار کمتری برای انجام دادن داشته باشن و اینکه شاید اصلا مدل کارها عوض بشه، مدل توانمندی و حتی ژنتیک آدم‌ها عوض بشه به خاطر هوش مصنوعی و کارهایی که داره ذهن انسان انجام میده و هوش مصنوعی داره کمکش میکنه. آره حتما همینطوره. حالا بقیه بچه‌ها هم بگن ولی وقتی که در مورد AI داریم حرف میزنیم اگر که شما فکر کنید AI یه چت باته دیدی خیلی کوچیک نگاهش میکنی. یعنی وقتی که الان AI به عددش الان دقیق یادم نیست ولی الان 20 خورده درصد از رشد GDP آمریکا داره از AI میاد و الان شما S&P 500 رو که نگاه بکنی اگر باز الان دارم از ذهنم میرم اینو جواب میدم دقیقش یادم نیست ولی فکر کنم نزدیک 30% S&P الان استاکاییه که یا مستقیما AI هن یا AI نقش جدی تو اون استاک داره. خب اینا که فقط برای چت بات نیستش که، یعنی همه مشخصا بحثای نالج ورک رو وقتی بهش نگاه میکنی همش دارن با AI تحت تاثیر قرار میگیرن. حالا چه اصلا برنامه نویسی رو که AI کلا تیک اوور کرده اون که هیچ، یعنی مثلا برنامه نویسا الان عملا همشون شدن PM، همشون شدن پروداکت منیجر که خلاصه AI و ایجنت هاشون رو دارن نگاه میکنن و کمکشون میکنن که مثلا اون چیزی که میخوان رو دلیور بکنن و حتی از اینم بالاتر رفته و الان خود AI داره کد ریویو اینا رو برای AI انجام میده و ریکرسیو داره همینجوری خودش رشد میکنه میاد بالا و این داره تو همه سازمان پخش میشه. یعنی این نیستش که فقط یه چت باشه و تموم شد رفت. ایجنت ها تیک اوور کردن. حالا یه اتفاقای دیگه هم هفته پیش افتاد اگه وقت کردم مثلا در موردش میپردازم که ایجنت ها مثلا چجوری اومدن مثلا توی سازمان تو همه رده های سازمان اومدن جاوا رو مدلش رو عوض کردن و در مورد اون که گفتی جاوا رو دارن میگیرن باید یه وقت مفصلی روش بذاریم در موردش حرف بزنیم. الان یه عالمه استادی اومده بیرون که داره نشون میده که actually AI جابو نمیگیره، مدل جاب آدما مثل همه انقلاب صنعتی‌های قبلی داره عوض میشه. محمد میخوای بریم سراغ خبرایی که تو در ببین آره حالا راجع به این موضوع که الان صحبت شده سازمان به نظرم مفصل صحبت کنیم ولی من راجع به اون موضوع اولی که مجتبی گفت منم یه خبر دیدم که این جنگو داره داغ‌تر میکنه و اون خبر این بود که همین دیروز بکنم بود که آلفابت اعلام کرد که کوارتر دوم تقریبا 6 میلیارد دلار کش برن داره و خبره خب اثرش اینه که داره به
سرمایه گذاراش، سهامداراش این سیگنال میده که من دارم سودهای آینده رو فدا میکنم برای سرمایه گذاری و برای اینوست. و یعنی و بقیه هم همین جوری هن. تقریبا تمام این بیگ تک ها الان تو این مسیر هستن که مجبورن از، یعنی اون حاشیه سودهای خیلی خوبی که همین خود اینم گوگل هم داشت و اینها و خیلی جذاب بود، تقریبا هر سرمایه گذاری که میخواستن بکنن با این حاشیه سودهای خوبشون انجام میدادن. الان جاشو گرفته به این که حاشیه سودا تقریبا دیگه از بین رفته، سرمایه گذاری هاشون از سود خودشون که انجام میشه هیچی، الان باید برن از منابع دیگر، منابع بانکی اینا استفاده بکنن، پول بیشتر بگیرن که ببرن تو زیر ساخت بذارن. تحلیلش احتمالاً اینه که بقیه‌شون همینن، یعنی یه نسبتی رو اگر چک بکنین به نام حالا کپکس تو رونیو هست، این مهمه که شما چقدر از پولی که در میاری، هر $1 که در میاری چقدر دوباره داری اینوست میکنی در سرمایه شرکت برای کپکس. تقریبا همه نسبت 2 برابر شده برای بیگ تک های دنیا در سال گذشته و این خیلی سیگنال مهمیه. حالا این کجا داره میره؟ داره میره تو زیرساخت. زیرساخت شامل زمین، دیتا سنتر، انرژی، نتورک، شبکه انتقال، یه چیزای دیگه ای داره میاد تو این داستان و بازی داره میره دنبال در خلاصه مسیر ظرفیت پردازشی. حالا اینجا به من وصلش کنم که مشتاق گفت حالا متلایک اوپن سورس که میاد، باید ببینیم اینا با هم نسبتشون چه جوری میشه، یعنی اون چی میشه، این چی میشه و اینا چطوری با هم دیگه. چون اگر شما یه مدل بیاری که کمتر این چیزا رو بخواد، یه مزیت رقابتیه. البته همونجوری که بازم مشتاق گفت نمیشه لزوما صفر اینا که نمیشه، ولی احتمالا این رقابت آینده اینجاست دیگه. و این خبر برای من جذاب بود از این بودش که انتظار دارن تو هفته آینده بقیه هم گزارش‌های مالی رو بدن، همین سورپرایزا رو برای سهامدارا داشته باشن دیگه که آخ فعلا در کوتاه مدت پولاتون داره میره تو زیر ساخت تا ما رقابت. البته خب نتایجش هم دارن میبینن، اونی که بیشتر گذاشته مثل گوگل کلاود داره نتایج بهتری هم میگیره، تصمیم دیگه، ولی ما باید بدونیم که خلاص اون مسیر اونوریش کدوم وریه. کوچیک من به این اضافه کنم قبل از اینکه بریم پیش مصطفی. گوگل تو همه این شرکت‌های تو این فرانتیر لبا از همشون امکانات مالی بیشتری داشت و تا مثلا 2-3 ماه پیش وقتی که جمینای مثلا 3.1 اومدش که یه جورایی از همه اون موقع بهتر بود، ولی بعدش عقب موند، رسما گوگل عقب موند، نتونست دیگه مدلای بده هنوز که مثلا بتونه حرف برا گفتن جلوی مثلا مدلای اوپن ای آی و انتروپیک داشته باشه. همه فکر میکردن که این بازی یه جوری داره رقم میخوره به خاطر کپیتال اینتنسیو بودنش که یکی مثل گوگل که دستش پره داره برنده این بازی میشه و این مارکت اینقدر سریع جابجا میشه که الان گوگل قشنگ عقب مونده. خب حالا این جالبه، باید نگاه کنیم ببینیم گوگل چی داره بگه. مصطفی چه خبراتو؟ سلام عرض میکنم منم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. خوشحالم که توی دومین قسمت هم در خدمتشون هستیم. واقعیتش اینه که تو طول هفته انقدر خبرهای مختلفی اتفاق میفته و انقدر آدم در واقع همش هیجان زده میشه از سرعت توسعه و پیشرفتی که تو این حوزه وجود داره. انتخاب کردن خبر خیلی سخته. من پیرو همین صحبتی که بچه‌ها کردن و آخرین موضوعی که مجتبی در مورد گوگل گفت، من یه خبری رو دارم و شاید یه ذره با مجتبی اختلاف نظر دارم سر اینجا که آیا واقعا موضوع سرمایه گذاری کردنه یا موضوع پلتفرم اونر بودنه. ما تو هفته‌های قبل میذاره با هم دیگه صحبت کردیم در مورد اینکه الان موضوع دیگه موضوع ایمپلمنتیشن و پیاده سازیه و اونی که بیشتر بتونه پیاده سازی بهتری رو انجام بده توی مدل هاش و با سهم از بازار بیشتری بگیره، احتمالاً انتظار داریم موفقیت بیشتری داشته باشه. یه خبری رو من دیدم که مایکروسافت هر کس که کوپایلوت رو سابسکرایب میکنه و میگیره و میخواد براش اکتیو کنه، در واقع بخش پشتیبانی مشتریان تماس میگیره و شروع میکنه به آموزش دادن مشتری‌ها برای اینکه بهتر بتونن از این سیستم استفاده بکنن. و نکته مهمی که در حین آموزشش به تمام مشتریاش داره اعلام میکنه، داره مزیت‌های کوپایلوت رو نسبت به اوپن ای آی، آنتروپیک و بقیه مدل‌ها در واقع براشون بولد میکنه. و چرا یوزرها دارن از کوپایلوت استفاده میکنن؟ چون رو پلتفرم‌های مایکروسافت مثل آفیس و اینا دارن کار میکنن. من فکر میکنم یکی از برنده های پلتفرم اونرها تو دنیا مثل گوگل که
اکوسیستم خودش رو داره و مایکروسافت، اتفاقا این میتونه باشه که کاستش برای اینکه پلتفرم پیاده سازی بکنه یا دسترسی به کاربر داشته باشد کمتره. میتونه با ارائه مدل ها روی اون اکوسیستم خودش یه اینتگریشن و نهایتا یک تجربه کاربری خوبی رو به کاربراش بده که احتمالاً میتونه عقب افتادگی های ناشی از ارائه مدل یا موارد این چنینی رو اونجا حل بکنه. این به نظر من نکته جالبی که باید بهش توجه بکنیم و خود اینم مزیت محسوب میشه، فارغ از اینوستمنت هایی که حالا توی توسعه مدل ها اتفاق میفته، اینکه بتونن رو پلتفرمشون به درستی از این استفاده بکنن خودش مزیت محسوب میشه. من یه مقاله دیگه ای هم دیدم به نظرم جالب بود، مال BCG بود، بوستون کانسالتینگ گروپ، که در مورد این داره صحبت میکنه این مقاله که ایجنت های تصمیم گیر میان تو سازمان تا حد اینکه وارد اتاق هیئت مدیره میشن و به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره یا یکی از اعضای جلسه هیئت مدیره میتونن حضور داشته باشن. این رو من چند روز پیش یکی از دوستانم صحبت میکرد، من توی صحبت‌هاش دیدم که یه مدتی دارن این کار رو تست میکنن. ما خودمون شاید توی جلسات هیئت مدیرمون به عنوان دبیر هیئت مدیره تا الان داشتیم از یه ایجنتی استفاده میکردیم که موضوعات رو در واقع میشنید، خلاصه سازی میکرد و آخر سر جمع‌بندی میکرد و برای ما صورت جلسه مینوشت. اما توی این مقاله‌ای که BCG منتشر کرده یه ذره بیشتر از این داره صحبت میکنه، میگه این میتونه به عنوان یک شنونده اکتیوی توی جلسه هیئت مدیره شما حضور داشته باشه و وقتی در مورد یک موضوعی صحبت میکنید اگر از یک زاویه دیگه‌ای لازمه به اون موضوع نگاه بشه این میاد وسط و تذکر میده. اگر که یک ریسکی در مورد توی موضوعی که شما دارید صحبت میکنید یک ریسکی وجود داره و اعضای هیئت مدیره به اون ریسک توجه نکردن این ریسک رو میتونه آلارم بده، میتونه در لحظه بیاد مبتنی بر موضوعی که میخوایم در موردش تصمیم بگیریم داده ها رو از جاهای مختلف سازمان یا حتی داده های بیرونی آماده بکنه و در لحظه ارائه بده به اعضای هیئت مدیره. میتونه در لحظه سناریو سازی بکنه، وقتی موندیم در مورد اینکه 3 تا موضوع کدوم یکی رو انتخاب بکنیم این عضو جدید هیئت مدیره ما میتونه بیاد سناریو سازی بکنه و همون موقع چند تا سولوشن پیش پامون بذاره و احتمالاً به این ترتیب یه چیز شیرینه دیگه. بعضی مدتی که عضو هیئت مدیره میشه طبق روال خیلی جا میگه خب من خودم میتونم مدیر عاملم بشم. تجربه هیئت مدیره رو دارم دیگه، خیلی عرفه. مثلا یکی چند سال یه جا میمونه، اصلا یکی میخوام بزنم مدیر عامل میگم برو یه مدت هیئت مدیره باش بعد میشی مدیر عامل. ببین من واقعیتش حتی به این داشتم فکر می‌کردم که این میتونه ببین ما بعضی موقع‌ها تصمیم گیریامون رو مجبوریم، مثلا خب خود من به عنوان مدیر عامل تصمیم گیریامو جمع میکنم میام تو جلسه هیئت مدیره برای اینکه مشاوره بگیرم یا نهایتا تصمیم بگیریم. اگر ما همچین ایجنتی داشته باشیم که خیلی از داده ها رو داشته باشه احتمالاً میتونه یه شادویی از هیئت مدیره باشه که همیشه کنار من باشه، حداقل اون نقش مشورتیه رو کنار یک مدیر عامل داشته باشه. من فکر می‌کنم الان این هست، من مشخص کنم این اصلا هست. آره الان مثلا خیلی چیز رایجی مثلا تو شرکت‌ها مثلا سیلیکون ولی که نگاه می‌کنی مثلا مدیر عامل‌ها یه کوسی او دارن که یه ایجنت که همیشه باهاشونه. بعد حالا یه چیزایی رو مثلا ببین آدما وقتی که واسه خودشون یه پرستیژی قائلن، مثلا طرف سی او خیلی وقتا سلف سانسور میکنه خودشو، نمیاد خیلی چیزا رو با بقیه آدما در میون بذاره. ولی وقتی یه ایجنت داره، اون ایجنت مال خودشه، مثل خودش داره فکر میکنه و مثلا میتونه قشنگ توی فکر باهاش مشارکت بکنه، یه اتفاقی که میفته اینه که دیگه نمیترسه باهاش حرف بزنه. یه عالمه چیزایی که مثلا شاید انقدر پالیش نیستش که باید بتونه با بقیه در میون بذاره، میاد با ایجنتش در موردش حرف میزنه و ایجنت چون یه جوری طراحی شده، حالا یا مثلا چیف آف استاف داره که چیف آف استافش خیلی کارش درسته که مثلا براش یه ایجنت درست کرده، یا خود سی او مثلا براش ایجنت درست کرده، یا یه آی تی دپارتمنتی داره که بهش کمک کرده، ولی به هر حال این در اختیارش که عین خودش فکر بکنه، یا اینکه نه حتی یه پرسونای دیگه داره، یه شخصیت دیگه داره که مثلا عین خودش قرار نیست فکر بکنه ولی مثلا به همون اندازه نالج داره و میتونه قشنگ چالشش بکنه و چیزایی که هنوز نمیتونه با بقیه در موردش حرف بزنه میتونه ایجنتش بیاد باهاش هم فکر بکنه. مسلمه همینطوری. ببین واقعیتش این که این کوسیو رو مثلا خود من شاید الان مدت هاست بیش از 1 ساله که دارم و حالا هم اونی که ترین شده با خودم، همونی که داره از زوایای مختلف نگاه میکنه و کمکمون میکنه و دقیقاً دارم همین استفاده رو میکنم.
تو این خبره در واقع این رو برده یه سطح بالاتر و حتی آورده توی سطح هیئت مدیره قرار داده. یعنی نه خود مدیر عامل کوسی او نیست، در واقع انگار داریم ما یک عضو جدید یه مقدار شاید هوشمندتر و اکتیوتر داریم تو هیئت مدیرمون اضافه میکنیم، که به نظر من اینا خبراییه که خیلی مهمه. یعنی مدیرایی که مخاطب ما هستن و صحبت‌های ما رو میشنون احتمالاً اینا موضوعاتیه که میتونن بهش توجه بکنن و حتی یوز کیس هایی رو از همین الان برای خودشون تعریف بکنن و شروع کنن به استفاده کردن ازش. دسترسی بهش راحت، اجراش خیلی ساده است، ما الزاما نمیخواد لبه تکنولوژی باشیم برای اینکه این کارو بکنیم و میتونیم تاثیرش هم احتمالاً خیلی سریع توی مدل‌های تصمیم گیری و کسب و کارمون اونا ببینیم. آره مصطفی جالب. حالا من یه مقاله از مکنزی دیدم خیلی مربوطه به این که گفتی، بیشتر راجع به این حرف میزنن که تو سازمان‌ها به خصوص حالا اونایی که اول این راه هستند این چطوری این مسیر بره. بعد 3 تا سطح میگه که وقتی که این AI قرار بیاد تو سازمان شما 3 تا سطح میشه دید. حالا یه سطح شخصی فردیه، یه سطح تیمیه، یه سطح سازمانیه. و شخصی میگه که اصولا هیچ ایمپلیمنتیشن درست AI اتفاق نمیفته مگر که اون مدیر ارشده، اون کارآفرینه، اون آدم اصلی سازمانه یا افراد سازمانه، اصلی ها، هیئت مدیره، اگزیکیتیو ها، اینا خودشون شخصی شروع کنن این استفاده کردن. و وقتی که اونا استفاده میکنن درای دیگه باز میشه برای کارهای بعدی. و بعد مثلا اونجا راجع به شخصی میگه مثلا شما اگر مدیر سازمانی شروع کن همین که میگی مثلا حالا این که برای خودت یه کوسی او داشته باشی میشه احتمالاً استپ جلوترش، ولی همین ایمیلاتو بده، مرور کنه، خلاصه کنه، بهت بده، جلساتو منظم بکنه، قبل جلسه بهش موضوع رو بده یا یه گزارش اگه بهت میدن گزارش بده، خلاصه کنه و اینها. و این تمرین چقدر مهمه. یعنی وقتی فکر میکنی که بابا ما واقعا احتمالاً خیلی جاها از همین هم مثلا باید شروع کنیم، اونایی هم که میخوان برن به مدیراشون یا به عنوان کلاینتاشون اگه مشاورم میگم باید از اونجا شروع کنی. این اون فرده باید حلاوت استفاده از یک ابزار جدید برای راحت شدن کارش و دقت بیشتر کارش رو ببینه و بچشه. حالا بعد میاد میگه که تو فاز دوم مثلا تیم‌ها مثل تیم فروش، تیم عملیات باید شروع کنن از این ابزار استفاده کردن و لول بعدیش هم کلا اینه که تو باید یعنی اون لول جلوترش کل سازمان رو باید ریستراکچر کنی با AI. اصلا گریزی از این نیست. ولی قسمت اولش و دومش خیلی نزدیکه به این که گفتی. یعنی به نظرم همه شاید درسی که میشه از این داستان گرفت اینه که ما هممون به عنوان مدیرا سرمون هم شلوغ و اینا، ولی باید یه جا استاپ کنیم. یه تمرین جالبی دیدم داده بود همینجا، میگفت که آقا یه کاری کنید، بیاد یه روزتون رو بنویسید از صبح تا شب چیکار میکنید با یه مدیر، هم که ماشاءالله سرشلوغ و اینا. بعد بیاد این چقدر از اینو میتونی بدی یکی دیگه اتومات کنی، حداقل مثلا موازی تو اون کارو انجام تست کن دیگه، ببین مثلا چقدرش کم، چقدرش زمان بهینه میشه. این خیلی نکته مهم. یه تمرین دیگه هم بود، اینم به نظرم خوبه همه دوستان تمرین کنن. میگه یه روزی از کاری تو تمام تصمیمات مهمی که داری میگیری قبل که بگیری یه دور بده با این یه چک بکن ببینی هم چی میگه. حالا یه نظر مشورتی دیگه، یا گوش میکنی یا گوش نمیکنه دیگه، بالاخره میری جلو. این تمرینا بعدا نتیجهش میشه اون که باور کنی که این هست. حالا چه به اون کوسی و به عنوان اون آدم توی هیئت مدیره که زاویه دید دیگری داره یا جمع‌بندی میکنه و این مسیر بعداً میشه قابلیت سازمانی. این راهش احتمالاً از این مسیر باید بره و وقتی ما باید اگر میخوایم اینو یه جای پیاده بکنیم باید سعی کنیم که اون آدم‌ها رو به این یارهای جدید معتمد بکنیم. من یه تجربه بگم به خاطر اینکه دقیقاً به همین حرف محمد مرتبطه. من توی مثلا فکر کنید 2-3 ماه گذشته سعی کردم که مثلا بچهای تیم خودم رو توی شرکت ترین بکنم برای اینکه بیشتر از در واقع AI استفاده بکنن و همینجوری به غیر از شرکت خودم برای 2-3 تا شرکت دیگه بنابر درخواستی که داشتن برای اونام دوره‌های آموزشی برگزار کردم. بعد دقیقاً متوجه شدم اصلا یادگیری یه داستانه، اینکه آدم بیاد تئوریشو یاد بگیره، اینی که آدم‌ها تمرین کنن، استفاده بکنن و مهارت استفاده کردن ازش رو به دست بیارن یه داستان دیگه است. و حالا برعکس اون نکته‌ای که با هم صحبت می‌کردیم گفتی در مورد اینکه بعضی از آدم‌ها ممکنه مثلا اوای داشته باشن از اینکه بگن من دارم از AI استفاده میکنم و براشون پوینت منفی به حساب بیاد، من واقعیتش بعضی موقع دیگه الان تسکایی رو برای مدیرام یا نیروام تعریف میکنم که میگم بچه‌ها ازتون انتظار دارم این رو واقعا برید با AI انجامش بدید، برای اینکه
اعتماد پیدا بکنن به اینکه میتونن این کار رو انجام بدن. یه پله بیشتر از یادگیری، بعد از یادگیری اولیه حتما باید تمرین اتفاق بیفته تا آدم‌ها بتونن انگار مچ بشن باهاش، انگار یه بخشی از ذهنشون یا یه بخشی از توانایی دوینگشون رو خود به خود منتقل بکنن به AI و به این ترتیب احتمالاً بهتر میتونن کار بکنن. هفته پیش یه مقاله داشتم میخوندم، اینی که محمد میگفت و توش گفته بود بازم، ولی یه دونه چیز، یه استادی مستقل بود که گفته بود شرکتایی از AI شروع میکنن استفاده کردن الان که مدیراشون ازش استفاده میکنن، مدیرای ارشد سازمان ازش استفاده میکنن. تو بقیه شرکت ها آدم ها به صورت جزیره‌ای ازش استفاده میکنن و امبد نمیشه تو کاری که سازمان داره انجام میده. اینه که اگر که مثلا یه جا میخواد همه چی رو عوض بکنه، بتونه تو برمیگردم به چیزی که زهره گفته بود که مثلا آقا AI فقط چته، نه، اگه میخوای از اون بالاتر بری، از بالای سازمانت باید شروع بکنن استفاده کردن. آره، ولی یه چیزی هم در نظر بگیر. ببین اتفاقا یکی از خبرهایی که من این هفته خوندم در مورد همین بود. HBR یه مقاله منتشر کرده بود که میگفتش که اکثر کارکنان دارن تو سازمان‌ها از AI استفاده میکنن ولی در موردش حرف نمیزنن. خب این الان یه چیزی داره نشون میده که حالا بر من خیلی جالب بود. این الان مشکل دیگه تکنولوژی نیست، مشکل اعتماده، مشکل احساس اعتماد سازمانی و احساس امنیت سازمانی هستش که توی شرکت ها هنوز دچار مشکله و این نشون میده که فرهنگ استفاده از AI چقدر اهمیت داره. خود گالوپ یه خبری رو الان منتشر کرده، هفته پیش منتشر کرده که خیلی از سازمان‌ها دارن AI رو پیاده سازی میکنن اما هنوز توی آموزشش برنامه مشخصی ندارن و این نشون میده که آقا فرهنگ و رفتار سازمانی داره از تکنولوژی عقب میافته. یعنی این یه اتفاق بدیه که داره واسه گسترش AI میافته. همون جایی هستش که پروژه‌های AI شکست میخورن. چرا یه نفری که داره از AI استفاده میکنه برای طراحی پوسترش، اون گرافیست نمیاد بگه که من اومدم از هوش مصنوعی استفاده کردم؟ به نظرت؟ به خاطر اینکه میترسه جایگزین بشه، به خاطر اینکه میترسه اهمال کار قلمداد بشه، به خاطر اینکه میترسه که یه نفر دیگه کارش رو یاد بگیره و یه سری از تسکاش رو بخواد از دست بده، به خاطر اینکه میترسه خلاقیتش زیر سوال بره. در صورتی که اگر که واقعا درست نگاه بکنیم هیچ کدوم از اینا از بین نمیرن. اصلا AI نمیاد، همونجور که تو خودت به درستی اشاره کردی توی صحبتات، AI نمیاد که شغلا رو از آدما بگیره، میاد که مدل نگاه کردن به شغل رو عوض بکنه، میاد که سازمان رو بازطراحی بکنه و اون قسمت مهمی هستش که واقعا اهمیت داره و مدیرای سازمان ها باید این رو در نظر بگیرن که آقا دیگه خریدن مثلا چت جی پی تی بیزنسی تحول دیجیتال حساب نمیشه. ربط داره اینه که شاید یه جمله ایش برای من اینه که AI پروژه آیتی نیست، AI پروژه تحول سازمان است. اینو اگر کسی متوجهش بشه اون مسیر رو میره جلو. وقتی میگیم تحول سازمان، اون موقع یکی از مهمترین افرادی که در سازمان باید همراه باشه خود مدیر منابع انسانیه. یعنی میدونی چرا؟ چون همونجوری که تو گفتی اگر من یک کاری رو قبلا قرار بوده در 1 ماه انجام بدم، الان در چند ساعت برای من AI انجام میده. موضوع این مسئله برای منابع انسانی چیه؟ منابع انسانی چجوری با این برخورد میکنه؟ من الان خب وقتم آزاد میشه، چی کار میکنم؟ مثلا اینو بد میدونه، اینو خوب میدونه، همونجوری که مصطفی گفت اینو پروموت میکنه، میگه خیلی کار خوبی کردی، آفرین، برو مثلا. یعنی تو این وقتو که سیو میکنی کارهای بیشتری میتونی بکنی. حالا شاید هم البته یکی از دلایل پنهان کردن اینه که خب آدما دوست ندارن که مثلا کار 1 ماهشون شده 1 ساعت، خب پس باید خیلی بیشتر کار کنن. ولی به نظرم بسیار زیاد به نگاه سازمان به منابع انسانیش برمیگرده این داستان. چقدر اینها رو تشویق میکنه که خب پس کیفیت کار من دارید بهتر میکنید، خروجی من دارید بهتر میکنید با این ابزارها، و چقدری نه مثلا اگه کسی این استفاده کنه این رو اهمال کاری میدونه. یعنی این همون نگاه است که میگه AI بالاخره تحول سازمانی ذاتاً و یه ابزار یا یه ابزار برای مثلا واحد آیتی، چون آیتی ها معمولا توجیه هن. یعنی آیتی ها میدونن که این خوبه، آره. بقیه باید به این برسن. این نگاه آره. منه. یعنی میگم اینجا با هم دیگه
این دوتا باید تلاقی پیدا بکنه. اون اتفاقی که میفته اینه که HR به عنوان یه نقش کلیدی توی این تحول سازمانی باید اول از همه خودش یادگیری داشته باشه، اول از همه خودش باید توجیه باشه که دیگه الان اون نقش‌های سنتی استخدام و آموزش و اینا جواب نمیده. یعنی HR از 2 سال پیش تا الان نقشش عوض شده. الان دیگه وقت اینه که مشخص بکنه کدوم کار باید AI انجام بده، کدوم کار رو باید انسان انجام بده، کدوم کار باید مشترک انجام بشه، کدوم کار باید چه بخشیش رو HR انجام بده، انسان انجام بده، چه بخشیش رو باید بسپره دست AI و از اون استفاده کنه. و خب همه اینها در واقع باز تعریف نقش منابع انسانی توی سازمان و اون به نظر من رمز موفق شدن تحول دیجیتال توی یک شرکت. خیلی جالبه که یه ترند جالبی هم من توی این هفته دیدم در مورد اینکه فاینانشال تایمز اومده یک شغل جدیدی رو به عنوان ورک فورس ارکستریتور معرفی کرده. یعنی کسی که دقیقاً تصمیم میگیره این کار رو انسان انجام بده یا AI انجام بده. کسی که تصمیم میگیره بخشای از یک شرکت از چه ابزاری از AI استفاده بکنن و تا چه حد استفاده بکنن و حتی مثلا ممکنه که ساختار رو تغییر بده. و این نقش ممکنه که از مهمترین نقش‌های سازمانی بشه در آینده خیلی نزدیک، به خاطر اون سرعت زیادی که داره اتفاق میفته توی گسترش استفاده از AI، به خاطر اون ترندهای جدیدی که دارن میان و به خاطر اینکه این نسل خیلی مشتاق هستن که یاد بگیرن، خیلی مشتاق هستن که آموزش داشته باشن و برن جلو. این من به نظرم که در نهایت رقابت آینده بین آدم و AI نیستش، بین دو نوع سازمانه. اون سازمانی که فقط ابزار AI خریده و اون سازمانی که فرهنگ استفاده از AI رو ساخته و داره پیاده سازی میکنه. حالا به نظرم خوبه جلسات بعدی، حالا اینو شاید اینجا نگهش داریم، این سازمان‌ها یه نفره واقعا هیچ کدوم این آدما رو ندارن، بعد راجع اون کم حرف بزنیم. یعنی من فکر می‌کنم یکی از چالش اون وقت میشه که اگه تو 100 تا AI ایجنت داری، اچ آر اونا چیکار میکنه اینا با هم ارکستریت بشن. یعنی نگاه دیگریه ها. ببین یعنی اصلا یه بخش زیادی از استاف تو اینان، بعد اینا حالا موضوعات خوانده. شاید این یک موضوعی باشه که جلسات بعدی بیشتر صحبت کنیم. اسم مصطفی دفعه پیشم گفته بود که خلاصه اینکه سازمانه الان یکی از اصلی ترین مشکلاتشون ایمپلمنتیشنه و به خاطر همین اوپن ای آی، انتروپیک و مایکروسافت همشون به این نتیجه رسیدن که باید یه بازوی کانسالتینگ و ایمپلمنتیشن درست بکنن که به شرکت ها کمک کنن که مثلا این کار رو انجام بدن، چون که خریدن ابزار ای آی استراتژی ای آی نیستش. مصطفی بشنویمت. ممنونم. یه نکته که خیلی من بخوام جمع‌بندی کنم اینه که تغییر تو مایندست و تغییر از مدیریت از بالا به پایین شروع میشه. اول باید مدیر تغییر کنه تا بقیه سازمان بتونن به درستی ازش استفاده. من جمع‌بندی ندارم، فقط یعنی صحبت‌ها رو کردیم. به نظرم جلسات آینده یکی از موضوعاتی که بیشتر حرف میزنم من در موردش این اقتصاد هوش مصنوعی و اینکه اثراتی که داره میذاره هم در کشور هم در اقتصاد و واقعا عددهای بزرگی داریم، راجع به چند صد میلیارد و هزاران میلیارد سرمایه گذاری های صحبت میکنیم که داره میره تو این حوزه و داره موضوعات دیگر هم در دنیا رو متأثر میکنه، به ویژه مسئله انرژی. یعنی ارتباط موضوع هوش مصنوعی با انرژی به نظرم پررنگ‌تر میشه. راجع به این بیشتر صحبت میکنیم. خیلی عالی. هوش مصنوعی دیگه فقط یک ابزار نیست که همکار جدیده و سازمان‌های موفق میشن که یاد بگیرن انسان و هوش مصنوعی رو در کنار همدیگه مدیریت بکنن، نه در مقابل همدیگه. من زهره برزگر هستم. این قسمت دوم منجنیق بود و اگه این گفتگو براتون مفید بود خوشحال میشم که با مدیران، همکاران و دوستانتون به اشتراک بذارین. تا هفته آینده احتمالا خبرها عوض میشن، اما این روندی که راجبش صحبت کردیم تازه ابتدای مسیره و خبرهای جدید در راهن. مرسی ازتون و خدا نگهدار.